وزیر گفت 3 تا سوال میکنم، فردا اگه جواب دادی هستی، اگرم جواب ندادی عزل میشی. سال اول خدا چی میخوره؟ سال دوم خدا چی میپوشه؟ سال سوم خدا چی کار میکنه؟ وزیر از این که جواب سوالا رو نمیدونست ناراحت بود. وزیر غلامی فهمیده و زیرک داشت. به غلامش گفت سلطان 3 تا سوال کرده، اگه جواب ندم برکنار میشم. این که خدا چی میخوره، چی میپوشه و چه کار میکنه. غلام گفت هر 3 تا رو میدونم، اما 2 تا جواب اون رو الان بهت میگم، سومی رو فردا. اما خدا چی میخوره؟ خدا غم بنده هاشو میخوره. و این که چی میپوشه؟ خدا عیب بنده هاشو میپوشه. اما پاسخ سومت رو اجازه بده فردا بگم. فردا وزیر و غلام نزد سلطان میرن. وزیر به 2 تا سوال جواب میده. سلطان گفت درسته، ولی بگو جوابا رو خودت گفتی یا کسی دیگه ای؟ وزیر گفت این غلام من آدم فهمیده ایه، جوابا رو اون داده به من. سلطان گفت پس لباس وزارت رو در بیار و به این غلام بده. غلام هم لباس نوکری رو در آورد به وزیر داد. وزیر به غلام گفت جواب سال سوم چی شد؟ غلام گفت هنوز نفهمیدی خدا چی کار میکنه؟ خدا تو یه لحظه غلام رو وزیر میکنه و وزیر رو غلام. بار خدایا تویی که فرمان فرمایی، هر آن کس را که خواهی فرمان روایی بخشی و از هر که خواهی فرمان روایی را باز ستانی. کوچکتون دهقان.